انما ناشما بكومكي انمي تركيبي تقسيم يعني تقسيم التركيبي ماشما فاكتورا پیدا میکنیم. عملیه دوم ماشما پیدا میکنیم. آوا گرفتیم دو فاکتورا پیدا میکنیم. یعنی اینطور انما گفته که اذا شما معلوم بکنید که انما آر منفی 4 فاکتوری انما افاده است. یعنی پورا سرشار تقسیم میشه کدام باقی نمیمونه. یعنی برای شما پیدا میکنه. اما شما پیش گفتم که انما را ترتیب میکنیم، نزولی ترتیب میکنیم، بعد از اون انما تقسیم میکنیم. یعنی px مساوی میشه r به توان 4 جمع بعد از اون انما کدام چیزی نیست. r به توان 3 r به توان 2 r به توان 1 چیز نیست. جمع صفر ضرب r به توان 3 جمع صفر ضرب r مربع جمع صفر ضرب r و در آخر چی میمونه؟ عدد ثابت یعنی منفی 256 تقسیم بر r منفی 4. خب اون که انما ترتیب شد. انما قیمت r به دست میاریم یعنی r منفی 4 مساوی به 0. r مساوی میشه مثبت 4. انما ضرایب انما رو شما میگیریم. ضریب r به توان 4 چی است؟ 1. ضریب انما چی است؟ 0. ضریب r مربع چی است؟ 0. ضریب r چی است؟ 0. و در آخر چی است؟ ثابت عدد منفی 256 تقسیم بر مثبت 4. این را تقسیم میکنیم. خب پس اونمو عملی رو پیش ببریم که انما را پایین میاریم در سطر سوم. این را در سطر سوم شما پایین میاریم یعنی 1 ضرب 4 یه هم 4 جمع صفر 4 ضرب 4 16 جمع صفر 16 ضرب 4 این چند میشه؟ تقریبا 64 میشه. این میشه هم 64 جمع صفر پس کنم 64 را که 4 که ضرب بکنیم 256 به دست میاد. چند به دست میاد؟ 256 به دست میاد. یعنی میاد منفی 256 و مثبت 256 چند میشه؟ 0. یعنی ما شما گفته بودیم که یعنی چی است؟ باقی یا باقی مانده که باقی مانده 0 شده در عملیه تقسیم ما شما. پس ما شما گفته میتونیم که انمی افاده مکمل سر انمی افاده تقسیم میشه. یکی مکمل تقسیم شد منمو حسی یعنی باقی مانده چیز نمان پراپر تقسیم شد. پس انمی ما شما گفته میتونیم که انمی پولینوم یک فاکتوری چی از فاکتوری انمی پولینوم است. او را سر خود مکمل پراپر تقسیم کنیم میتونیم چی را که باقی مانده 0 میمانه چیزی نمیمانه. این را ما شما میگیم که انما که باقی مانده 0 شد پس انمی فاکتور شد. یعنی ما شما با کمک انمی ترکیبی تقسیم ما شما چی؟ انمی فاکتور هم پیدا کردیم که انمی فاکتور است یا نیست. انمی قیمت یعنی پراپر تقسیم میشه یا نمیشه. پس انمی ما شما که انمی به دست آوردیم این پس ما اگر امتحان میکنیم این میگیریم که توان 4 میگیریم x r به توان 3 یعنی 1 ضرب r به توان 3 جمع 4 r مربع جمع 16 r و جمع هم 64. این چی بود؟ این حاصل تقسیم به دست آورد. این هم چی است؟ حاصل تقسیم. ضرب میکنیم r منفی 4 r منفی 4 جمع اگر باقی مانده میمان پس ما
بدون فایده نداره. اگر اینمی دو تا ضرب بکنیم پس اینمی ifade ماشما به دست میاره. یه بود حالت ترکیبی. اینمی ماشما میرون به مرحله سوم که ونمر ماشما الجبری ifade را چطور تجزیه میکنیم ونمو جزرهاش هم به دست میاریم. که مثلا یک ifade چند جزر داره ونمر ماشما یعنی چند کلمه داره ونمر ماشما به دست میاره.